گون الله به درور نما که دو دگنای هستیانی واهندند. پردولهان و نادرشاه جنگ رندگیری مازی کین روچه تایید رستن که نادرشاه الماس خان را سیستان و پیر محمد را کرمان گورنر جور کد. رند ایسای 1734 نادرشاه په پردولهان زیر دست جور کنگ واسطه کرمان گورنر را راه داد، بله آپا یک کار صوبه نبود و په ناکام دل واتر بود. نادرشاه هم په پردولهان زیر دست کنگ و آیا وتی دست نکشید و مشکا 2 سال رند آیا په هاران سر روشکنگا محمد علی بیگا را بلاهین لشکر داد و راه داد. یه رندی هاران سردار یه بلاهین لشکر دیما داشت نکد و پروش ورد. 1736 درگه تا نادرشاه بی ترک و توار هاران سرا بیر برد و چه ای بیگت و گمانین بیر برگا هاران سک باز مردم کشک بودند. من یه جنگا چه آدگه مردمان بید سردار پردولهان 2 چوک هم کشک بودند تو آیه نماسک میر عباس هم دستگیر کنگ و برگ بود. بله هنگت پردولهان میران لشکر دیما بگایی نماند و پد نکنزید. هماک شب ایران لشکر سرا بیاری برد و بعضی نجت و کشت. دومین مگا نادرشاه مور و مدگ لشکر هم پا کشگا دست نکشت و به مردمان کشگا وتی دلی نرنجیند و چه آهانی ظلم و زوراکیا درستین مردم پریهیک و پریشانتند. چه یشی ظلم و زوراکیا او ده مردمان وتی جنین آدما وات کشتگتند. اگه این گود آهانا وتی جنین آدما را کوه و گار و هوندانی توکا برتگ و چیر داتگتند. رندا پا جنگ بندکنگ واسطه هاران لحتین دورچارین کماش پردولهان را بیهوش کتو گو همه بیهوشی آیه را چدان زورت و ما افغانستان نیمگا برد به همه خاطر جنگ چه همدان کتید. چه چک چنکنو که جنگا پد ایمانی روچانی توکا یک روچه یک بیوسین جنی آدم شد گم پردولهانا دستبندی کد و گوشتی که نادرشاه لشکر چمنی پلمان کنگ آبید منی هست و نیست یک مردین چوک هم بندی کتگو برتگی منون تو می سردار هر پیمکنه منی یکن چوکا پدا بیارو من دستا بده. بلچوش که پردولهان ساری بیرگیری و جنگ کنگا لوٹتگد بله گون ای جنه آدم دستبندی و دلپدر دین گپان آیه چمانی عرص درات کن تو گون آیه کولی کد که من علمی آتی چوکا چه نادرشاه بندیان آجو کنن و کاران من کولند یا من وتی جنده کوشراینن یا تی چوک همراهی همین کیاس مال و بندی که کاران که منصاری جنگا مرتگین درستین هارانیانی 2 همین چوک هون بها برسید. چه پروشورگ چیزی وحدا پد
پردرخان هاران و مکران تک و کتمانی گورا شد و به حساب لشکری جمع کد. آیا گون وتی ای صلاح بندین لشکر ایران سرا اروش کد و چه ای اروشا آیا ایران لشکر پروش داد. چه ای جنگا پردرخان و آیه لشکر نه تنها وتی همه دمک ایران گفته گتن پدا گفتن تی بلکه ایران سک بازن دمگی هم گفت.